سلام دوستان، به کانال نکتاب خوش آمدید. دنیای ما پر از چیزهای ناشناخته است که من و شما در مورد آن حتی تصور کرده نمیتوانیم. معلوم است که ما اولین تمدنی روی زمین نیستیم و قبل از ما انسان‌ها و حیوانات زیادی روی این زندگی میکردند. با همین خاطر دانشمندان دائما در جستجوی سر و اسرار چند ساله زمین هستند. پس بیایید امروز چنین اسرار پنهان در زمین را یکجای تماشا میکنیم. تا آخر ویدیو با ما باشید و لایک ماندن را فراموش نکنید. صبح یک روز در آرژانتین برزیلیا یک شهروند در خاک نزدیک خانه‌اش چیزی گرد عجیبی را یافت که زیر خاک پنهان شده بود. حیران شد و چی بودنش را نفهمید و با کافت و کاوی زمین سر کرد. وقتی باستانشناسان آمده زمین را کافتند فهمیدند که این چیزی عجیب باقی مانده یک حیوانی قرنهای پیش با نام ارمادیلر بوده است. این حیوان 10,000 سال پیش بر روی زمین زندگی میکرده است و یعنی دوره‌ای که هیچ انسانی زندگی نمیکرد این حیوان آنجا میزیسته است. فکر شما درباره این کشفیات باستانی چیست؟ چند سال پیش تابوت یک آدم مومیایی شده را در مصر یافتند. این تابوت به 4,000 سال پیش برمیگشت. با این حال یافتن این تابوت مردم را حیرت زده کرده بود. آنها در تابوت را در برابر کامرا گشودند و این صحنه واقعا حیرت آور بود. بر اساس گزارش ها وقتی گشودن تابوت ذخیره های طلا و جواهر، مجسمه های باستانی و ظرف های طلایی در درون تابوت یافت شدند. اما کسانی که تابوت را گشودند این موضوع را رد کردند. مصریان باستان وقتی کسی را مومیایی کردن می‌خواستند همراه او طلا و جواهر زیاد را می‌گذاشتند و این موضوع طلا داشتن آن تابوت را تایید می‌کند. در ایالت میچیگان آمریکا صاحب یک مزرعه جیم برستر در وقت کندن زمین خود چیزی عجیبی را دیده حیران شد و به کارشناسان زنگ زده خبر داد. وقتی آنها زمین را کندند به حیرت آمدند. آنجا دندان یک حیوان غول‌پیکر از عائله فیل‌ها با نام وولی ماماتا بود که 15,000 سال پیش زندگی می‌کرده است و وقتی مردنش 40 ساله بوده است. وقتی کندن زمین را دوام دادن استخوان‌های زیادی یافتند. جیم برستر فهمید که این کشفیات چقدر برای تاریخ ارزشمند هستند و آنها را به موزه شهرشان سپارید تا مردم عادی هم توانند این اثر باقی مانده را ببینند. کشفیات حیرت آور سال 1930 که همه مردم آن زمان را به حیرت آورده بود، یک کوزه 13 سانتی متری ساخته شده از لای بود که پر از کلسی و دیگر ماده ها بود. با عبارت دیگر این کوزه همچون باتری که در زمانهای قدیم استفاده می شده است و از آن برق تولید می کردند. این کشفیات معین کرد که در زمانهای قدیم نیز چنین فناوری های پیشرفته وجود داشته است. سال 1947 فیزیولوژ آمریکایی بولیال اف دری یک نمونه از این اختراع را ساخت که 2 ولت برق تولید میکرد. پس از چند سال با همان نقشه جری کرانت و تول موفق شدند که از لیمون 4 ولت برق تولید کنند. باستانشناسان در آخرهای عصر 19 اسکلت بدنی آدمی را یافتند که قد او از قد ما انسان‌های معمولی بلندتر بود. آنها خیلی حیران شدند چون که با گذشت زمان استخوان خردتر می شود و اگر این اسکلت خرد شده باشد پس آن آدمی در وقتش زندگی می‌کرده تا چه اندازه قد بلند و کلان بوده است. بر اساس تئوری‌ها موجوداتی که میلیون‌ها سال پیش روی زمین زندگی می‌کردند خیلی از ما کلانتر بودند و شاید آن اسکلت یافت شده هم به قرن 19 به همان موجوداتی میلیون سال پیش زندگی می‌کرده برمیگشته است. باستانشناسان سال 1952 چیزی یافتند که تصور کردنش غیر امکان است. آنها جسدی را یافتند که 200 سال پیش از میلاد روی زمین میزیسته است. شاید فکر کنید که این چیزی عجیبی نیست و 200 سال پیش از میلاد مردم زیاد زندگی میکردند. گپ در آن که جسد موی و ناخن داشته است. بغیر از مو و ناخن بسیار قسم‌های بدنش هنوز ویران نشده بود و فکر شما یافتن یک جسد قدیمه با این حالت یک معجزه به حساب می رود. باستانشناسانی که در استرالیا مشغول به کار بودند چیزی یافتند که به تلفن نوکیا مانندی داشت. بعد تحقیقات معین شد که از 2000 سال پیش باقی مانده است اما چی بودنش را نفهمیدند. خاک و چیزهایی که در آن بودند قدیمی بودند. از نوشتجاتی روی آن معین کردند که آن وسیله ساخت استرالیا نه بلکه از بین النهرین بوده است، اما چه خیلی به استرالیا رسیده است نامعلوم است. با فکر شما عمر این وسیله به 2000 سال پیش میرسد؟ نظرات خود را در کامنتاری نویسید. پرنده با نام موا در قرن 50 میزیسته است که 4 متر بلندی و 250 کیلوگرم وزن داشته است. حالا تصور کنید که چقدر کلان بوده است. چند سال پیش یک پای کنده شده این پرنده را در نیوزلند یافتند که خیلی قدیمی نبود. باستانشناسان نفهمیدند که این پرنده قدیمی چه خیلی به این عصر رسیده است.
این پرنده از زمانهای قدیم بود و 500 سال پیش نسلش از بین رفته بود. اما یافتن پای او در سر همه فکری را پیدا کرد که شاید آنها دوباره به زمین برگشتند. آیا برگشتن دوباره این پرنده به زمین برای ما انسان‌ها خطر ندارد؟ سال 1936 محقق با نام دبلیو امره که کشفیات زیادی داشت چیزی را کشف کرد که خیلی حیران بود. وقتی گروهی او در کافتوکاوی چیزهای عجیب زیرزمینی بودند، یک آهن شکل گرد را یافتند که به چنبر ماشین مانندی داشت. وقتی آن را سنجیدند، نه به چنبرک داخل داشت و نه دیگر قسم‌های ماشین. امره نتوانست چی بودنش را عمیق کند. آن وسیله خیلی قدیمی بود و از نظر علمی پیشرفته بود. این نشان می‌دهد که در آن دوره‌ها نیز مردم از نظر علمی پیشرفت کرده بودند. تشکر که تا آخر ویدیو با ما بودید. اگر خواهید که از ویدیوهای نوبتی ما بخبر نمانید، حتما به کانال ابونه شوید. لایک ماندن را فراموش نکنید.